سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف تا می باشد. برای یافتن مخرج این حرف پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. ات. مخرج حرف تا این سری زبان به سرشوی کام گذاشته می شود و قفای زبان برداشته می شود. ات. مخرج حرف تا و مخرج حرف تا یک است. فقط در وقت تلفظ حرف تا قفای زبان را می برداریم تا حرف تا غفظ خوانده شود. ات. و در حرف تا باشد قفای زبان را نمی برداریم. ات. حرف تا از جمله حرف های استعلا می باشد، یعنی غفظ خوانده می شود. با فتحه چنین خوانده می شود: تا. به طرف آواز آ میل می کند تا که از حرف تا فرق کند. تا با فتحه تا با فتحه تا. با کسره چنین خوانده می شود: توی. به طرف حرف ای روسی میل می کند تا که از حرف تا فرق کند. تا با کسره تی، تا با کسره توی. و با دمه چنین خوانده می شود: تو. لبها به پیش برآورده می شوند: تو. حرف تا حرف چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف تا در اول چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف بعد از خود پیوست می شود و در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود و در آخر چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف پیش از خود پیوست می شود و در علاهیدگی چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ. حرف تا از جمله حرف های قلقله می باشد. وقتی که با سکون می آید صدا می دهد: ات. بعد از تلفظ زبان را از مخرج تیز می گیریم، صدا پیدا می شود: ات. اکنون بیاید با هم مثال ها را می خوانیم. تا با فتحه لم با سکون طل. تا با فتحه یای با سکون طی. شین با فتحه تا با سکون شط. در اینجا حرف تا حرف قلقله می باشد، با سکون آمده است، صدا می دهد: شط. مثال دیگر: ف با فتحه قاف با فتحه تا با سکون فقط. مثال دیگر: واو با فتحه تا با فتحه نون با سکون وطن. تا با فتحه لم با فتحه با با سکون طالب. میم با فتحه واو با سکون تا با کسره نون با سکون موطن. میم با فتحه را با سکون با کسره تا با سکون مربط. الف با کسره صاد با سکون تا با فتحه با فتحه را با فتحه استبرا. یای با فتحه صاد با سکون تا با فتحه با کسره را با ضمه یستبیرو. الف با کسره سین با سکون تا با فتحه واو با سکون تا با فتحه نون با فتحه استوطن.
مثال آخر یای با فتحه، سین با سکون، تا با فتحه، واو با سکون، تا با کسره، نون با سکون. یستوطینو، یستوطینو. عزیزان فراموش نکنید هر وقت که حرف تا با فتحه آید به طرف آ میل کرده می شود. تا، تا. و اگر با کسره آید به طرف ای روسی میل کرده می شود. توی، توی، تا که از حرف تا فرق کند. این است یکی از خصوصیت های حرف تا که حرف استعلا می باشد، یعنی غفظ خوانده می شود. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی قاعده، شکلها و مثالهای حرف تا را در دفتر کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و این دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.